سلام، به فرکانس مهر خوش اومدین. امشب قسمت 5 داستان سام و تولد زال، از بعد از اون شب سرنوشت ساز، بعد از اون لحظه‌ای که سیمرغ کودک رها شده رو در آغوش گرفت رو ادامه میدیم. از اون شب داستان تازه آغاز شد، داستانی که هیچ شاعری پیش از فردوسی چنین ظریف و با شکوه تصویرش نکرده. چو سیمرغ آن کودک تنها را ز سرمای البرز برگرفت، جهانی دگر آغاز شد، نه در میان آدمیان بلکه در آشیانه‌ای میان باد و ابر. آشیانه سیمرغ جایگاه ترس نبود، جایگاه پرورش بود. زال نه چون شکار بلکه چون فرزند در سایه بالهای او بالید. روزها گذشت و برفهای کوه آب شدند. زال با چشمانی روشن به آسمان نگاه می‌کرد و سیمرغ می‌آموخت که قدرت بیخردی نیست و مهر نشانه ناتوانی نیست. سیمرغ به او گفت آن که دلش از کینه خالی است در سخت ترین میدانها شکست نمیخورد. و زال شنید، چرا که هنوز قلبش از قضاوت آدمها زخمی بود. سالها در میان صخره‌ها و آفتاب تن کودک نیرومند شد و اندیشش چون تیغی صیقلی گشت. او نه تنها جنگیدن که اندیشیدن را آموخت. گاهی بر بلندای کوه می ایستاد و به دوردست نگاه می کرد، به سرزمینی که از آن رانده شده بود. آیا خون از مهر مهمتر است؟ یا آن که دل می تواند سرنوشت را دگرگون کند؟ سیمرغ می دانست که زمان جدایی نزدیک است. هیچ آشیانه‌ای برای همیشه خانه نمی ماند. او زال را آماده کرد، نه برای پرواز بلکه برای بازگشت به زمین. در یکی از غروب‌ها که خورشید پشت قله‌ها می‌سوخت، سیمرغ گفت تو از آدمیانی و جای تو در میان آنان است، اما آنچه اینجا آموختی چراغ راحت خواهد بود. زال سکوت کرد، نه از ترس بلکه از سنگینی لحظه‌ای که میان ماندن و رفتن ایستاده بود. چون بامداد رسید، سیمرغ او را بر بال گرفت و از فراز کوه‌ها گذشت. باد زیر بالها می‌خواند و جهان کوچک و کوچکتر می‌شد. در دشت چشم سام به آسمان افتاد، پهلوانی که سالها با خاطره خطایش زیسته بود. زال را دید، نه چون کودکی طرد شده بلکه چون جوانی با وقار کوهستان. آنجا بود که خون و مهر روبروی هم ایستادند و سام فهمید که مهر از خون مهمتر است. سیمرغ آرام بال گشود و واپسین نگاه را به زال انداخت، نگاهی که در آن غرور، اندوه و امید در هم آمیخته بود. و چنین شد که کودک رها شده البرز به میان آدمیان بازگشت، نه تنها با نیروی بازو بلکه با خردی که از آسمان آموخته بود.